مطلب دیگر این که شاید این سوال برای دوستان پیدا شود که حالا اگر اینها که با چشمان خودشون میبینن که دینشون یک دینی باطل، یعنی چی؟ گاو و میمون و اینها را انسان تکریم و تقدیس کند، یعنی چی خدا حلول کرده است در کریشنا و نمیدونم راما و اینکه بطلانش واضح است، چرا پس اینها پایبند و مقید به همون دینشان هستند؟ ببینید پاسخ این پرسش این است، شما یعنی ما همچون یک مسلمان از بیرون قضاوت کردنمان، داوری کردنمان خیلی آسان است. ما بگوییم این که بطلانش واضح است، روشن است که باطل است، پس چرا اینها پایبندند، دینشان را رها نمی کنند، از یک دین حق پیروی نمی کنند؟ ببینید این سخن خیلی آسان، اما برای کی؟ برای یک مسلمانی که تماشابین این منظره است، اما برای خودی او که در این محیط بزرگ شده، در همین محیط تولد شده، زاده شده، پدر و مادرش هم تابع همون دین بودند، برای یک چنین شخص جدا شدن از دینش خیلی سخت است، کاری آسانی نیست این باز یک زبان گفتن. اصلا این نکته را هم عرض کنم که دینداری ها برای خیلی ها لقلقه زبان است. این که ما میبینیم الان تقریبا 1.5 میلیارد مسلمان هست، فکر میکنید همه این مسلمان ها مسلمانی واقعی هستند؟ یعنی خیلی از اینها اگر در یک محیط و فضای غیر مسلمانی بزرگ میشدن، پدر و مادرشان مسلمان نبود، چه بسا به حکم تقلید دنباله روی پدر و مادر و اجداد خود بودن و دینشان را از دینشان دفاع میکردن، فکر میکردن این دین دینی درست است. هر انسان ها برای خودش یک حساب خاصی پیش خدا باز میکند، فکر میکند مثلا خدا محال است که او را برای او یک دینی خطا، یعنی دینی غلطی را مثلا عرضه کرده باشد. هر انسان پیش خودش یک حسابی خاصی باز بکند. حالا من مثال زنم، همون طوری که ما از مثلا گاو پرست و میمون پرست ها انتظار داریم که در دینشان تجدید نظر کنن، این تجدید نظر برای هر یک از هر یک مسلمان هم خواسته می شود. این که ما بشنویم که دینی ما حق است، خب حق است، در این شک نیست، اما حقانیت این دین رو واقعا ما از بیرون تحلیل و بررسی کرده ایم؟ یا ما هم مسلمانیم به این خاطر که چون پدر و باباهامون مسلمان بودند؟ خیلی یعنی یه وقت ما توپیام رو کنار گذاریم، فکر کنیم. لذا به همین خاطر در سوره فاتحه هست که ما هر روز حداقل 17 مراتب این سوره فاتحه رو در نمازها میخوانیم. در آن سوره هست که اهدنا الصراط المستقیم، ما هر روز از خدا میخواهیم که خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم، راهی راستی خودت هدایت کن. کسی که مسلمان است، هدایت شده است، چه معنا دارد که باز از خدا هدایت بطلبد؟ معناش این است که اسلامی کرکرانه و تقلیدی را قبول ندارد از کسی. ما همیشه باید هر روز در ایمانمان یک تجدید نظر کنیم، یعنی هر روز ایمان ما به گونه دیگر ظهور کند، عقل ما داور باشد همیشه در دین ما، در پیروی ما. متوجه هستید؟ یعنی هر انسان باید مسلمانیش به گونه‌ای باشد که کأنه یک نفر مسیحی این دین را تحقیق میکند، مسیحی حالا یهودی حالا هر کی بود یا بودایی، و حقانیت این دین را با عقلش در میابد، بعد پیروی میکند.
این اهدنا الصراط المستقیم همین، هر روز ما از خدا هدایت میطلبیم. در قرآن در موارد متعدد گفته شده است افلا تتفکرون، آیا فکری خود به کار نمی‌اندازید؟ افلا تعقلون، آیا عقل خود به کار نمی‌اندازید؟ افلا تتدبرون، آیا تدبر نمی‌کنید؟ این واژه ها در قرآن بسیار به کار گرفته شده است. لذا از بیرون ما با این آسانی داوری کنیم که اگر این دین که باطل است، چرا پس هندوها که عاقل هستند چرا پیرو این دین هستند؟ خب به همین خاطر هم مثل ما و شما بابا و پدر و مادر و اجدادش رو در این دیده است، در این دین همون دینش دیده است و پیش خدا یک حسابی باز کرده است که خب محال است که خدا برای ما یک دینی باطل را عرضه کند. خودش رو سرگرم کرده است. پیش خدا او هم یک انسان است و ما هم یک انسانیم. او هم یک بنده خداست و ما هم بنده خداییم. همونطوری که او از او توقع هست که در دینش تجدیدی نظر کند، ببیند آیا دینش راست، درست، صحیح هست یا نه، ما و شما نیست مأموریم، موظفیم. مگر ما با خدا کسی از مسلمانان عقد اخوت بسته، خویشاوندی دارد، پسرخالگی دارد علیه بالله؟ نه. متوجه هستید؟ اسلام لذا در قرآن هست که یا ایها الذین آمنو آمینو، این آیت هست. خدا خطاب به مسلمانان میگوید ای مؤمنان و مؤمنان، کسانی که به خدای و پیامبر و قیامت ایمان آورده‌اند، میگوید یا ایها الذین آمنو آمینو بالله و رسوله، ایمان بیاورید. خب سوال، اگر مورد خطاب خداوند در این آیت مؤمنین است، مؤمنین یعنی چی؟ کسانی به خدای و پیامبر و روز قیامت و معارف دینی اسلامی ایمان آوردند. پس چرا باز دستور میدهد که ایمان بیاورید؟ کتاب های تفسیر رو باز کنید، مفسرین اینجا گفتند این آمینوی خدوو این است که ای مؤمنان ایمان شما تحقیقی باشد نه تقلیدی. اگر تا امروز ایمانتان از روی تقلید بود، به این جهت بود که چون پدر و مادرتان مسلمان است، از این به بعد حواست جمع کن، تحقیق کن خودت. اگر ایمان داره که خدا یکتاست، دلیلی تو چیست؟ اگر اعتقاد داره که پیامبر حق است، دلیل داری؟ اگر معتقدی قیامت حق است، آیا دلیلی قانع کننده عقلی در دست داری؟ هر روز ما باید یک بار بیاییم تجدید نظر کنیم. البته چون این هم نیست که حالا همه کار و بارشون رو ترک کنند و زندگیشون رو یک کنار گذارند و بیاند و دنبال تحقیق و بررسی روند. نه، بعضی دلیل هایی هست که خیلی ساده اند، خیلی ساده اند، برای هر کسی که اصلا سواد ندارد هم روشن است و در عین ساده بودن مستحکم هم هستند. ما در روایت داریم که یک روز از یک کمپیر پیرزنی که مشغول رسیدن بود، رسیدن نخ رسیدن بود، چرخ میکرد و پشما رو میگذاشت که اون نخ میشد، رسمان میشد. از او پرسیدند که تو به خدا ایمان داری؟ گفت آره. گفت چرا؟ پرسیدن چرا؟ یعنی دلیلش چیست؟ گفت که همون وقت ایستاد، در حال رسیدن بود ایستاد. گفت که نگاه کن، این چرخ اگر من نبودم آیا میچرخید؟ من که الان دست برداشتم ایستاد. من گفت آره درست میگی. گفت اگر این یک چرخ ساده برای گشتن و گردیدن و چرخیدن نیاز به یک گرداننده داشته باشد، آیا این عالم، این جهان که ما را فرا گرفته، ما میبینیم با چشمان ما،
این ماه و ستارگان و خورشید و این همه هستی با این نظمی که ما میبینیم در حرکت هست و همه چیز در یک وقت خودش، با یک برنامه حساب شده. خورشید در یک وقت خودش میاد بالا، در یک وقت میاد پایین. زمین که در اطرافی خورشید دور میزند، در اون خطی که حرکت بکند از اون خط 1 میلیمتر بیرون نمیبیاد و الا نظم جهان به هم میخورد. خب پس این جهان مگر تصوری اینی که این جهان گرداننده نداشته باشد آیا درست است؟ اصلا محال است گفت. و همین خاطر من به خدا ایمان دارم. بعد گفتند که آره این عین ایمان اون تحقیق است. توجه هستید؟ رضا یا ایها الذین آمنو ای مؤمنان ایمان بیاورید. این است که ایمان ما بر اساس تحقیق باشد، بررسی باشد، نه کرکرانه و از روی تقلید. چون مثلا پدر و مادری من مسلمان هستند و بزرگانی ما مسلمان بودن، ما هم باید مسلمان باشیم. تو مسلمان باش به این دلیل که چون اسلام حق است. به همین خاطر است که باید پرهیز کرد. دین را به عنوان فرهنگ نباید ما معرفی کنیم، یک سنت و فرهنگی گذشتگان. نه، این اشتباه است. دین یک راه است، راه حق است. اگر ما مسلمان هستیم چون راهی ما راهی درست است، چون راه حق است، نه به این خاطر که چون جزئی از فرهنگ و سنت های باقی مانده از گذشتگان ما است. اگر جزئی فرهنگ و سنت های گذشتگان ما بود که آیین زردشتی سزاوارتر بود برای پرستش تا اسلام، چون این زردشتی بالاخره یک شخص با دست شخص تأسیس شده و وجود آمده که همین همشهری خدا بود، مثلا هم دیار خدا بود. اما اسلام که مال عرباست، لذا نباید ما اسلام را به عنوان یک فرهنگ و سنت، دین اجداد و بابا مثلا با مطرح کنیم. ابدا. اسلام اگر ما مسلمانیم چون دین حق است و غیر از این دیگر حقی نیست بدون تعارف. و به این دلیل و آن دلیل اگر نمیدونیم از علما بپرسیم، از کسانی که دانا هستند. دلیل بر حقانیت دینمون ندانیم، از آگاهان بپرسیم. دین ما حق است و بر پایه های برهان و دلیل های مستحکم و محکم عقلی استوار است. به هیچ وجه اصلا وقتی پیامبر آمدند قرآن نقل میکند که دلیل مشرکان در پیروی نکردن از پیامبر این بود که انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. ما پدر و بابایانمان را، ای محمد، میدانی چرا ما دنبال روی تونستیم؟ چون پدر و بابایانمان را در یک دین یافتیم و ما به دنبال آنها خواهیم رفت، دنبال روی آنها خواهیم بود. پیامبر جوابش ببینید. اگر پیامبر در مقام پاسخ گفتند که مگر آنچه که من آوردم بهتر از آن که شما پدر و بابایانتان را در آن میبینید نیست آن دینی من. یعنی در اینجا دقیقاً پیامبر عقل را داور قرار میدهند. میگن شما عقلتان را قاضی کن، داور کن، خواهید دید که دینی من دینی حق است، دینی من مطابق و هماهنگ با فطرت و عقلی توست. اما این دینی اجدادی دین دروغین است. متوجه هستید؟ از نظر اسلام باید پیروی بر اساس تحقیق باشد، دلیل و برهان باشد، نه تقلیدی کرکارانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه المنتجبین.